هیچ وقت فکر نمی کردم یه روز برسه که از صدای کلید زدن تو خونمون بترسم. همه چی با عشق شروع شد. روزای اول که با هم بودیم، خنده، سفر، خوشیای ساده، همه چی عالی بود. یادم شبا رو پشت بوم می‌نشستیم، از آینده حرف می‌زدیم و با هم می‌خندیدیم. ولی کم کم همه چی عوض شد. دستاش دیگه سمت من نمی اومد. لبخندش دیگه واقعی نبود. نگاهش سرد و بیروح شده بود. دیر می اومد. همیشه یه بهونه داشت. کارم طول کشید. جلسه دارم. رفتم پیش یه دوست. اولش به خودم می گفتم شاید حق با اون باشه. شاید من زیادی حساس شدم. ولی یه چیزی تو دلم می گفت نه، یه چیزی این وسط درست نیست. یه شب که برگشت، بوی عطر یه زن دیگه تو لباساش بود. نه بوی اودل کلونه خودش، نه بوی شامپوش. یه بوی غریبه که انگار یه خنجر زد تو دلم. لبخند زدم، چای براش آوردم و پرسیدم خسته نباشی، جلسه چطور بود؟ حتی نگامم نکرد. گفت خیلی طول کشید، بذار بخوابم. پشتش رو کرد و رفت خوابید. همون لحظه قلبم شکست. چند شب بعد گوشیش رو روی میز جا گذاشت. دستم میلرزید ولی برداشتمش. رمز داشت. بالاخره تونستم بازش کنم. پیاما پاک شده بودن ولی یه اسمی تکراری بود. سارا. شماره ناشناس. تماسای طولانی. قلبم از جا کنده شد. دیگه نمیتونستم صبر کنم. هر لحظه ذهنم پر بود از سوال با کیه؟ دست کیو گرفته؟ چرا من دیگه براش مهم نیستم؟ باید میرفتم و خودم میدیدم. اون شب که گفت بازم جلسه دارم دیر میام، لبخند زدم و گفتم موفق باشی. اما وقتی رفت من پشت سرش راه افتادم. بارون شدیدی میومد، شیشه ماشین پر از قطره بود. پشت سرش حرکت کردم. هر چراغ قرمز یه عذاب بود. دلم میخواست اشتباه کنم اما نه، اشتباه نکرده بودم. ماشینش جلوی یه خونه وایساد. یه زن با لباس روشن در رو باز کرد و خندید. قلبم یخ کرد، پام سست شد. بی صدا رفتم تو حیاط. در نیمه باز بود. قلبم داشت از سینم در می اومد. از پله‌ها بالا رفتم و قبل از اینکه در اتاق باز شه زیر تخت قایم شدم. نفسام تند بود. از همونجا شاهد همه چی شدم. صدای بوسه، صدای خنده، نجوه‌های عاشقانه. هر کلمه مثل خنجر بود. اشک تو چشام جمع شده بود اما نمیتونستم جیغ بزنم. زبونم قفل شده بود. تو ذهنم فریاد میزدم چرا من؟ مگه من کم بودم؟ مگه من همه چیزت نبودم؟ ولی او صدای منو نمیشنید. تو آغوش کس دیگه‌ای بود. وقتی برگشتیم خونمون بارون هنوز میومد. پاهام دیگه حس نداشتن. خودمو تو آینه دیدم، زنی شکسته با چشای سرخ. چند روز سکوت کردم. بالاخره یه شب پرسیدم سارا کیه؟ خشکش زد، بعد گفت توهم زدی، همچین کسی نیست. ولی نگاهش همه چیزو لو داد. خانواده که فهمیدن هر کی یه چیزی گفت. بعضیا گفتن تحمل کن، بعضیا گفتن طلاق بگیر. اما هیچ کس درد منو نفهمید. دیدن خیانت و گو چشم خودت چیزی نیست که بشه راحت گفت. ماها با خودم جنگیدم. خاطرات خوب مثل خاری تو قلبم بودن. صداها، لمسها، همشون سایه هام بودن. اما تصویر اون شب جلوی چشمم بود. جلوی تخت، اون زن و اون صحنه. یه روز به خودم گفتم حق دارم زندگی کنم. حق دارم عشق واقعی داشته باشم. همون روز تصمیم گرفتم همه چی رو تموم کنم. جدایی راحت نبود. سالها زندگی و
خاطره پشت سرم بود. اما وقتی حکم طلاق رو گرفتم نفس تازه‌ای کشیدم. زخم‌ها هنوز هستن. خاطره ها هنوز درد میکنن. اما من دوباره خودم رو پیدا کردم.